بهترین شیوه پسنداز چی میتونه باشه؟ چطور میتونم پول جمع کنم تو این وضعیت اقتصادی؟ سلام، امروز میخوایم بپردازیم به اینکه چجوری میتونیم برای خودمون پسنداز داشته باشیم. آیا شما این دغدغه رو داشتین؟ آیا استرس داشتید برای این موضوع یا اصلا بهش فکر کردین؟ خب ما میخوایم امروز بپردازیم به همین موضوع، اینکه چطور میشه پولی رو برای خودمون پسنداز کنیم برای آیندهمون به دردمون بخوره. چه راهکارهایی وجود داره؟ چجوری میشه؟ آیا میشه برنامه‌ریزی کرد براش؟ ببین الان هممون یه جورایی درگیر این موضوع هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. موقعیت اقتصادی، اقتصاد بد، تورم، هممون درگیریم. ولی باز ما میخوایم بپردازیم به این موضوع، ببینیم آیا میشه یا نمیشه. چند تا نکته وجود داره برای این موضوع که متوجه شیم ما چقدر میتونیم و چطور میتونیم پسنداز کنیم. اولین گزینه برای این کار یه برنامه‌ریزی دقیق، منظم. دومین گزینه براتون میتونه راهکار برای اینکه چطور و کجا این پول رو بتونیم نگهداری کنیم. راهکار سوم اینکه کجا ما سرمایه گذاری کنیم، آیا جای درستی باشه نباشه. و چهارمین گزینه اینکه ما به هدفمون فکر کنیم. تلاش. بیشترین چیزی که هر کسی بهش فکر نمیکنه تلاش کردنه. با تلاش کردن شما تو بدترین موقعیت اقتصادی هم میتونید به هدفتون برسید. فقط برنامه‌ریزی و تلاش و پشت کارتونه. و ما رو تو این برنامه دنبال کنید.